روزی امام علی علیه السلام در مسیر بازگشت از نبرد صفین بودند که سگی را دیدند روی زمین افتاده و از شدت گرسنگی و آتش ناتوان شده است. حضرت کنار سگ آمدند و به یکی از همراهان فرمودند: آیا نزد شما غذایی هست؟ گفتند: مقداری نان خشک داریم. حضرت فرمود: آن را نزد من بیاورید. سپس نان را خرد کردند و همراه با ظرفی آب جلوی سگ گذاشتند. یکی از اصحاب گفت: ای امیرالمومنین، شما خلیفه مسلمانان هستید، چرا برای یک سگ این گونه زحمت می‌کشید؟ امام علی با ناراحتی فرمودند: اینها همه مخلوق خدا هستند. هر دلی که درد بکشد خدا می‌بیند. اگر رحمت خدا را می‌خواهیم باید بر مخلوقات او رحم کنیم. بعد فرمودند: هر کس تشنگی یا گرسنگی را از یک جاندار بردارد، چه انسان و چه حیوان، خداوند در روز قیامت او را مشمول رحمت خود قرار می‌دهد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو فالو کنید.